خوش اومدید به قسمت دوم از سری ویدیوهای ما قراره که طی 3 قسمت کتاب سفر ایکیگایی رو خیلی خلاصه براتون توضیح بدیم و نکات کاربردی که به نظر اومد که جالبه و به درد شما هم ممکنه بخوره توی روزمره زندگیتون بهتون توضیح بدیم. از 2 تا واژه تشکیل شده ایکیگایی، از ایکی و گایی که یک واژه ژاپنی هست. ایکی به معنی زنده بودن و گایی به معنی ارزشمند کردن، که کلا خیلی راحت و خودمونی بخوایم بگیم ایکیگایی چیه. اون چیزی که شما رو صبح از خواب بیدار میکنه و یه شوق دارید برای انجام دادنش، اون میشه ایکیگایی زندگی شما، که میتونه هر چیزی باشه و قراره توی این کتاب پله به پله یا ایکیگایمون رو پیدا کنیم یا بهش نزدیک بشیم. ادعای اصلی کتاب اینه که این کتاب کمک میکنه که شما به سعادت و شادکامی خودتون نزدیکتر بشید. قسمت اول از آینده شروع کرده و خود شامل 14 تا ایستگاه یا حالا نکته آورده که ما خیلی خلاصه از بین این 14 تا اومدیم 2 تاشو در از جدا کردیم، یه ذرم از اون چند تای دیگهش استفاده کردیم توشون و میخوایم بهتون بگیم. اولین نکته از 14 تا رو یگانه میگه بهتون یه قسمتیشو. آره ببین، اولیش یعنی در واقع اصلی ترینش اینه که ما میخوایم یک سری عادتهای جدیدی رو به زندگیمون اضافه کنیم و یک سری عادتهای بد و غلطمون رو که از نظر خودمون اوکی نیستن و از زندگیمون حذف کنیم. این بخشی که ازش صحبت کردیم، اضافه کردن عادت خوب یا حذف عادت غلط، خود کتاب اومده اینجوری آورده و گفته که شما میتونید به یک سری سوال پاسخ بدید برای خودتون که بتونید این عادت، حالا راجع به عادت غلطه داره صحبت میکنه، اینو از زندگیتون حذفش کنید. مثلا اولین سوالی که عادت بد شما چیه؟ هر چیزی میتونه باشه، مثلا استفاده از فضای مجازی به مدت زیاد. ما تشخیص میدیم که عادت بدمون اینه. دومین سوال گفته که چه زمانایی بیشتر این عادت غلط رو از خودتون نشون میدید؟ مثلا وقتی بیکارید، وقتی که حوصله ندارید، وقتی که پشت فرمونید. سوال بعدی سوم میگه در کجا معمولا این عادت بروز میکنه؟ مثلا میگید آقا استفاده از مثلا اینستاگرام پشت فرمون ماشین. اوکی، تا اینجا به این سوالم جواب قبل دادیم. خوابیدن، بعد از خواب بیدار شدن. اون جایی که بیشتر تو تخت خواب قبل خوابیدن. میگه چه آدمای اطرافتون هستن اون زمان، میتونه کسی باشه میتونه نباشه. و پنجمین سوالش میگه که اون لحظه چه حسی دارید وقتی که دارید این کار رو انجام میدید. شما به این 5 تا سوال در مرحله اول باید جواب بدید. به این 5 تا سوال که جواب دادید، مرحله بعدیش میشه پاداش. پاداش چی؟ پاداش این که من اگر این کار رو نکنم چه اتفاقی میفته. اونم شامل 2 تا سوال اصلی میشه. قبول نمیگه. شما بفهمید، یگانه میگه. کلا پس شد 3 مرحله این پروسه. مرحله اولش این بود که بتونیم با یک سری سوالا پیدا کردن اون عادت بد و شناسایی دقیقش، یعنی با 5 تا سوال ما خواستیم این عادت بد رو شناسایی کنیم که این در واقع جرم رو انجام میدیم، با کی شریک جرممون کیا، چه زمانی انجام میدیم، نمیدونم چه احساسی رو داریم، کجا انجامش میدیم. در واقع چون مثلا این عادت ها ممکنه برای یه قاتل زنجیره‌ای یه قتل باشه، ولی واقعا سوالش بازم همینه. یا ممکنه در حد مثلا واقعا یه چک کردن یه اینستاگرام ساده باشه، یا یه سری خصوصیت‌های اخلاقی باشه که ما مثلا از خودمون رو می‌کنیم. یکی ممکنه مثلا بگه من دوست دارم منظم‌تر باشم، منضبط‌تر باشم، مهربون‌تر بشم، خوش اخلاق‌تر بشم، صبورتر بشم، عصبانیتمو کمتر کنم، صرفه‌جویی و پس‌انداز و امساکمو بیشتر کنم، نظممو بیشتر کنم. امساکه شما این زیر بنویس. فکر می‌کنم امساکه درست. خب امساکه همو بیشتر کنم. اینا تو مرحله دوم داریم به سمت راهکار پیش میریم، یعنی در مسیر راهکار میگه خب حالا میخوای اینو ترکش کنی، برای خود جایزه قرار بده، بگو چه پاداشی رو میخوای داشته باشی
اون زمانی که اینو میخوای از خودت بگیری یه پاداشی باید به خودت بدی. این مغز عملکرد آدم اینطوریه احتمالاً که پاداش محوره دقیقاً و میگه خب حالا میخوای اونو بذاری کنار، پس یه کاری که تقریباً هیجانش برات با اون برابری میکن احتمالاً یکی نیست، در یک راستا نیست، ولی در همون حدوده یه چیزی که برات اونم همونقدر تقریباً جذابه، مثل کتاب خوندنه، مثل ساز زدنه، مثل گوش دادن به پادکست، مثل تلفنی با دوستت حرف زدنه، مثل تکست دادن، شاید یه چیزی که فقط اون نیست. آره و احتمالاً خب بهتره که با یه عادت خوب قطعاً جایگزین بشه دیگه. و مرحله آخر میگه که این دوتا کار که انجام دهی حالا میخوای اینو نهادینش کنی و بخوای دائمیش کنی و بشه جزء روتینت. باز میگه به 3 تا مورد میتونی پاسخ بدی. یکی این که هر وقت احساس میکنم راجع به حسی که اون لحظه داری، مثلا هر وقت احساس میکنم که حوصله‌ام سر رفته. دومیش کاری که میکنم اینه که چی کار میکنی؟ مثلا کتاب بخونم، اینستا چک میکنم، پادکست گوش میدم. مرحله بعدش میگه پیامدی که برام داره. مثلا وقتی پادکست گوش میدم احساس آرامش میکنم. به این 3 تا هم که پاسخ بدی بیشتر این رو ازش پیدا میکنی که خودت رو بهتر میفهمی. یه ذره موشکافانه تر راجع به نقاط قوت و ضعفت میتونی تصمیم گیری کنی. یعنی تثبیت اون تغییره. مثل یه کسی که رژیم میخواد بگیره، اولش مثلا 2-3 ماه شروع میکنه رژیم گرفتن و روی اون تغییره همه تمرکزش رو اون تغییر است. بعد که مثلا حالا به اون نقطه دلخواهش رسید، حالا باید اینو تثبیتش کنه دیگه، وگرنه همه چیز مثلا میتونه برگرده دوباره مثل قبل باشه. این تثبیت تغییره دقیقاً دیگه. خب مورد بعدی که میخواستیم باهاتون شیر کنیم یه چیزیه که خیلی کلیشه‌ای شاید باشه و کلی تا الان راجع بهش شنیده باشید، ولی میخوام یه ذره از این کلیشه خارجش کنیم و کاربردیش کنیم. قدم گذاشتن به بیرون است نقطه امن. خیلی خیلی مثال‌های ساده و کاربردی میشه به قولی زد. یه چند تا پیشنهادی که میتونی بدین. یکی این که مثلا مسیر همیشه‌ای که میرید سر کار، میرید باشگاه، میرید یه جایی که تو روتینتون هست رو تغییر بدید. آقا از یه جای دیگه برید. یه مثال خیلی ساده دیگه که خیلی راحته اینه که مثلا ساعتتون اگه میبندید دست چپتون ببندید راستتون یا بالعکس. یکی دیگه این که جایی که مثلا اگه تا حالا نرفتید برید اونجا بشید و یه ذره اینجوری نگاه کنید که آدماش چی کار میکنن. میتونه یه کافه باشه، میتونه یه پارک باشه. این باعث میشه که شاید دقت بیشتری راجع به جاهای جدیدی که میرید داشته باشید. یه مورد دیگه این که مثلا یه چیز جالبی که تو خود کتاب اینا رو البته آورده بودیم، میگه برید توی کتاب فروشی یه کتاب رو نگاه کنید از روی جلدش و تصمیم بگیرید که بخریدش و شروع کنید و بخونید و میگه حتی شاید این بهترین کتابی باشه که تا حالا انتخابش کردید تو زندگیتون. یه چیز جدیدی میتونید یاد بگیرید، موسیقی میتونه باشه، یه هنر میتونه باشه، هر چیزی که دوست دارید ولی تا الان سمتش نرفتید. و مورد آخری که من میگم یه روابط جدیدی ایجاد کنید. سعی کنید که دایره اجتماعی دوستاتون، آشناهاتون رو بزرگتر کنید. آره انواع مثالا رو میشه زد. فقط برای اینکه ذهنتون بازتر بشه میتونید توی پیج اینستاگرامتون یه صفحه‌های جدیدی رو دنبال کنید، یه چیزی که اصلا هیچ وقت نه دنبالش بودید نه علاقه‌ای بهش داشتید. مثلا یا برید یه تعمیر ماشین رو مثلا فالو کنید، یا برید یه آشپزی رو مثلا چه دختره چه پسر، یه کاری که اصلا هیچ چیزی هیچ ایده‌ای راجبش ندارید، مثلا نجاری رو فالو کنید. همین داشتن اینا یه مسیر جدیدی رو ممکنه توی مسیر زندگی در واقع براتون ایجاد کنه. میتونید مگه همیشه مثلا تمایل به رنگای نود داشتی تو خرید شال، نمیدونم کفش، هر چیزی، مثلا یه دفعه یه رنگ جیغ مثلا بنفش، سرخابی، قرمز، یه رنگ جدیدی مثلا به اون پالت رنگی لباستون اضافه کنید، یا هر چیزی، کیف کفش، هر چیزی. اگر عادت دارید که همیشه با ماشین شخصیتون از یه جای به یه جای دیگه، محل کار، مدرسه، دانشگاه، هر چیزیتون دارید، نفع سعی کنید که مثلا با BRT، مترو، این واقعا کارهایی که ما خودمون رو انجام دادیم واقعا تو زندگیمون در همین حد، یا تو منوی رستورانتون، کافه، یه چیز جدیدی رو امتحان کنید و کلا نسبت به چیز جدید و تغییر
ویلکام مقاومت نکنید. آره در آغوش بگیریدشون، آغوشتون باز باشه براش. واقعا یه مقاومتیه که ما نسبت به اتفاقات جدید داریم. آره این فقط برای اینه که از اون نقطه امن و راحتی و عادتمون بزنیم بیرون. یه قدم کوچیکه فقط برای اینکه اون حس جدید رو تجربه کنیم. حتما نمیشه که مثلا ما بگیم پاشیم بریم کنیا یه تجربه جدیدی به دست بیاریم، مثلا فکر کنیم وای ما خیلی کار بزرگی کردیم و آفریدیم. چیزای کوچیک واقعا میتونه حس و حال آدم رو تغییر بده. موی معاشرت جدید، کتاب جدید، یه کار جدید. و در آخر خواستم که آره دوباره این کتاب رو بهتون نشون بدم و بگم که این نکات کاربردی از قسمت اول و قسمت آینده این کتاب بود. حالا ته دو قسمت دیگه هم گذشته و حالش رو ته چند تا نکته کوچیک بهتون میگیم. امیدواریم که لذت برده باشید. مرسی که ویدیو رو تا آخر تماشا کردیم. ما رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. لطفاً و دوستتون داریم. همین. خدافظ.